در دنیا قوانینی وجود داره که همه ما کم و بیش این قوانین رو میشناسیم و بهشون احترام میذاریم. مثلا میدونیم که وقتی میخوایم از کشوری به کشور دیگه‌ای بریم، نمیتونیم که سوار هواپیما بشیم، به اون کشور که رسیدیم وارد فرودگاه بشیم، مستقیم بریم طرف در خروجی و وارد اون کشور بشیم، بلکه باید یک مراحل قانونی رو بگذرونیم. مثلا میدونیم که باید توی صفی بایستیم و نوبت ما که برسه مأمور گمرک ما رو صدا میکنه و پاسپورتمون رو از ما میگیره، ورقه به ورقه پاسپورت رو نگاه میکنه و از ما سوال و جواب میکنه که برای چی وارد اون کشور میشیم، چه مدت میخوایم بمونیم، به چه قصدی اومدیم، با چه کسایی میخوایم ملاقات بکنیم و منظور از این سفر چیه. و به همونم رضایت نمیده و اسم ما رو توی کامپیوتر چک میکنه و وقتی مطمئن میشه که در هیچ نوع فهرست و لیستی قرار نگرفتیم و در واقع خیالش 100% راحت میشه که ما به عنوان دوست داریم وارد اون کشور میشیم و حضور و ورود ما برای اون کشور و مردم اونجا باعث اذیت و آزار نیست، به ما اجازه ورود رو میده. اما به محض اینکه شک کنه که 1/1000 ممکنه ما به عنوان دشمن داریم وارد اون کشور میشیم و حضور و ورود ما به اون کشور باعث اذیت و آزار میشه، بدون رودرواسی، بدون تعارف به ما میگه که راه نمیدم و از همون راهی هم که اومدی برگرد که حق ورود به این کشور رو نداری. و خب همه ما اینو میدونیم و قبولش هم کردیم. و اما تنها جایی که ورود به اونجا در هر لحظه از شبانه روز آزاده و هیچ کسی اونجا نایستاده که جلوگیری بکنه، سختگیری بکنه، سوال و جواب بکنه، این مغز ما آدم هاست که افکار مختلف از نوع خوب و بدش، زشت و زیباش، سیاه و سفیدش، مخرب و سازندهش خیلی راحت وارد این مغز ما میشن و از اونجا به سوی روح و تن و جان و جسم ما روان میشن و هر کاری هم که دلشون میخواد با ما انجام میدن. و همه ما میدونیم وقتی این افکار وارد وجود ما میشن، یا این که بیرون کردنشون خیلی سخته و بعضی وقتا مثلا غیر ممکنه. بنابراین اگه ما یاد بگیریم و به خودمون یاد بدیم که به این مغز خودمون که افکار از اونجا وارد میشن به عنوان فرودگاه نگاه بکنیم و به این روح و روان و جسم خودمونم به عنوان یک سرزمین مقدس پاک، آرام، پر از صلح و صفایی نگاه کنیم که دوست داریم که این آرامش و صلح و صفا همیشه اونجا ادامه داشته باشه. وقتی که این افکار به این مغز ما که در واقع حالت فرودگاه ورودی رو داره براشون هجوم میارن، یاد بگیریم که این افکار رو جلوشون رو بگیریم و اونها رو شناسایی بکنیم و در واقع ازشون کارت شناسایی بگیریم و ببینیم که آیا به عنوان دوست اومدن که زندگی ما رو بهتر بکنن، اومدن که به ما امید و عشق و آرامش و خلاقیت ببخشن، اومدن که ما رو با زندگی آشتی بدن، ما رو به دور و بر خودمون وابسته و دلبسته و عاشق بکنن، یا اینکه به عنوان دشمن میخوان وارد بشن و به محض ورود مثل بمبی مونن که در بدن ما منفجر میشن و ما رو از درون متلاشی میکنن و در واقع اومدن که با ما دشمنی بکنن، زندگی رو بر ما سیاه بکنن و ما رو ناامید بکنن و تخم نفرت و کینه رو در دل ما بکارن و ما رو از اطرافیانمون، از زندگی و از خودمونم جدا بکنن. و اگر که ما با این افکاری که هر لحظه به ما هجوم میارن، هر لحظه و هر آن آگاهانه و هوشیارانه و با حضور ذهن با این افکار روبرو بشیم و وقتی که میان و میخوان که از این فرودگاه وارد این سرزمین مقدس وجود ما بشن، اونها رو شناسایی بکنیم که آیا دوست هستن، آیا دشمن هستن، آیا خوبن، آیا بدن. و اگر که خوبن، اگه میدونیم که اومدن که یه ذره زندگی ما رو بهتر بکنن، یه مقدار خلاقیتمون رو بالاتر ببرن، یه مقدار به ما شادی بدن، امیدمون رو بالاتر ببرن، خب راشون میدیم. اما اگه ببینیم که نه، اومدن که ما رو ناامید و
مایوس و از همه جا منزجر و از همه چی متنفر بکنن و ما رو نسبت به زندگی بدبین بکنن، مثل همون مأمور گمرک بدون خجالت، بدون رو درواسی بهشون بگیم که حق ورود به این سرزمین آرام و مقدس وجود ما رو نداری و ای فکر بد، ای فکر مخرب، ای فکر سیاه، از همون راهی که اومدی برگرد و سر راهت هم هرچه که فکر بده که میدونی آمده و قصد جان ما رو کرده بهش بگو هم که برگرده که این مغز ما، این فرودگاه مغز ما به این افکار اجازه ورود رو نمیدن و اگه ما یاد بگیریم این کار رو بکنیم میبینیم که میتونیم یک زندگی آرام و پر از صلح و صفا و پر از شادی رو برای خودمون درست بکنیم.